احتمالا زمزمه می‌کردم، یاد تصویرهای افتادم که 22 دی از همین استودیوی رادیو ایران داشتم می‌دیدم، تمام ایران رو، گوشه گوشه ایران رو، تصویر حضور شکوهمند شما عزیزان رو، و بعد یاد دیوار نگاره بزرگ میدان ولیعصر افتادم در پی اتحاد مقدس مردم ایران علیه تروریست‌ها با شعار منو بشناس که من ایرانم. و دوباره به خودم یادآوری کردم و دوباره به خودمون یادآوری میکنیم که این حضور پررنگ برای این بود که هر کدوم از ما به عنوان یک ایرانی، به عنوان یک هموطن بگیم که ایران کلام آخر ماست، ایران تمام باور ماست و تا دنیاست این پرچم بالاست. ممنونم از همراهی همه شما عزیزان با صدای همدلی رادیو ایران. آقای دکتر رئیس‌زاده ریاست محترم سازمان نظام پزشکی کشور این لحظه مهمان برنامه ما هستند. آقای دکتر رئیس‌زاده سلام به شما، وقتتون بخیر. خدمت شما سرکار خانم صفوی و همه شنوندگان عزیز و هموطنان بسیار عزیزم عرض سلام و شب بخیر دارم. درود بر شما، ممنونم از همراهیتون. آقای دکتر رئیس‌زاده از وضعیت مجروحین برای ما بفرمایید. در حال حاضر وضعیت مجروحین به چه صورت است؟ بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من ابتدا هم باید از تسلیت داشته باشم شهادت و همچنین در گذشت تعدادی از هموطنانمون رو در این جنگ تحمیلی داخل شهری و هم در واقع خداخوزاد از کنم خدمت نیروهای امنیتی و مدافعین کشور و همچنین مردمی که با حضور خودشون بالاخره خیلی از نقشه‌های دشمنان رو نقشه برآب کردن. من چون هم در کف بیمارستان با اتاق عمل بودم و هم به مراکز درمانی سر زدم و آمار رو جمع کردم، آمار اطلاعاتی رو جمع کردم از مراکز. بله. خودم هم در واقع مسئول تریاج مصدومینی بودم که وارد مراکز درمانی می شدن. نکته اول اینه که صدر خشونت و آسیب‌هایی که به نیروهای انتظامی وارد می شد که به مردم عادی وارد شد به هیچ عنوان قابل قیاس با حوادث سالهای قبل نبود. و البته چون تجربه حضور در میادینی رو در خارج از کشور و به عنوان یک جراح عروق هم در لبنان داشتم هم در سوریه، حقیقتا نوع آسیب‌ها و جنایاتی که دیدم کاملا تطابق داشت با جنایت‌هایی که نیروهای تکفیری و داعش در واقع مرتکب می‌شدن. بنابراین از همون روز اول بنده عرض کردم و تکرارم کردم که ما با یک جنگ شهری کاملا سازمان یافته با نیروها و افسران آموزش دیده دشمن مواجهیم و این یک درگیری، یک اعتراض و حتی یک افتشاش هم نبود. این ما مواجه بودیم که در واقع حالا چه با اصابت گلوله، چه با ضربات حرفه‌ای چاقو و ابزار برنده، چه با ضربات سنگ یا بلوک‌ها و دیگر جوری در واقع به افراد ضربه وارد شده بود که بعضا مغز کاملا پیدا شده بود یا بعضا در واقع کسایی رو با رمه در واقع جوری کسی اینا رو پاره کرده بودن که یه دیگه خون در یه جمع شده بود یا فرد از موتور پاره کشیده بودن و اراغ از زمین شکل وسیع اون چش باربند موتور رو جمعه انداخته بودن و این بند کشیده بودن تا این کسش که باید بیهوش و آش کرده بودن یا فرد بودن که بنزین ریختن و همون رو آتیش زدن که خب دست و پاها سوختگی بسیار شدیدی پیدا کرد. حالا باید یه طوری نجات پیدا کرد. همه امروز ما توی فرامت درگیر درمان زخم‌ها و سوختگی‌های اون بودیم و موارد متعددی رو هم داشتیم که در واقع مجروحان اعلام می‌کردن که ما از همون نزدیک وسط جمعیت و وسط شلوغی همونجا در واقع به ما شلیک شد و در واقع با گلوله به سینه ما، به شکم ما، به پاهای ما در واقع شلیک شد و مجروح شد. یعنی دو وجه الان آقای دکتر با دو وجه از یک موضوع مواجه شدیم، هم به صورت کاملا آموزش دیده بوده خیلی از این جراحت‌هایی که وارد شده و میزان خشونت هم چند برابر بوده. هر دو رو با هم داشتن. نمیتونیم بگیم کسی برای اعتراض
سنگ دستش گرفته و به سر کسی کوبیده. ببینید عنوان حالا ممکنه بگم حالا بالاخره دستگیر شده باشه همراهی کرده باشن، ولی ضربات کاری کجا خورده، به کجا بزنن که کاری شد و اینها رو مجبور شد به بیمارستان منتقل کنن. این ضربات حرفه‌ای بود، ضربات مردم عادی اعصابی کن واقعا نبود. من اکساس رو هم کردم، حالا یه چند تا از این اکسار ما یا کسی داشتیم که نارنجک رو گرفتن بین کلاکاسیک و صورتش منفجر کردن. خب دیدین شما این عکس رو فکر کنم توی صفحات بعضی روزنامه‌ها و رسانه‌ها عکسی بود که من منتشر کردم و منتشر شد که کاملا صورت متلاشی شد. خب این نارنجک منفجر کردن تو این فضای کار یک آدم معمولی که نیست. خب بله و چشما، صورت، لینی، لب، موی همه رفته و دوستان ما چندین روزی درگیرن. بنابراین خب حالا این یه بحث هست. بحث دوم خب در واقع کارت پیدا شد درمان همه‌شون واقعا در طول 48 ساعت پنجشنبه و جمعه با تمام توان شبانه روز درگیر در واقع رسیدگی به مسئولین بودن از هر طرفی، چه نیروهای انتظامی خودمون چه مردم عادی، چه حتی همون نیروهای در واقع دشمن اگر مجبور شدن و به بیمارستان اومدن. کارت درمان بر اساس تعهد حرفه‌ای و اخلاق پزشکی به طور مساوی به همه اینا رسیدگی کردن. بعضی از اصحابی رو من خبر دارم روز جمعه با اینکه آنکار نبودن، با اینکه چیزی توشون نبوده، بیش از 30 ساعت در اتاق عمل بودن، درگیر مجروحین بودن و برای کار رسیدگی به مجروحین این جنگ تحمیلی که ادامه همون جنگ 12 روزه بود و کار بودش درمان به خوبی از کشور اومدن و به همه اینا رسیدگی کردن. الان هم ادامه داره درمان ثانویه مجروحین و آسیب‌هایی که وارد شد هنوزم ادامه داره و در یک کلام میخوام بگم که این جنگ یک جنگ کاملا حرفه‌ای درون شهری ادامه جنگ 12 روزه بود که بر ما تحمیل شد و کار بهداشت درمان خب باید هم خدا قوت بهشون بگیم، هم خسته نباشید بهشون بگیم، هم من تشکر کنم از زحمات همه کار بهداشت درمان، پرستاران، پزشکان، جراحان، مدیران مراکز، مسئولین درمانگاه‌ها و بیمارستان‌ها و دانشگاه‌ها و دوستانم در وزارت بهداشت. انشالله که با این اتحاد، با این همبستگی، با این همدلی بتونیم در واقع یک امنیت بهتری رو داشته باشیم و دشمن دیگه قصد و خیال همچه توطئه و همچه بلندهایی رو برای کشور ما و برای مردم ما نداشته باشه انشالله. آقای دکتر رئیس‌زاده، یک سوال داریم باز به حوزه تخصصی شما برمیگرده. در جریان اتفاقاتی که پشت سر گذاشتیم در رابطه با شلیک‌ها میخوام ازتون بپرسم. خبرها رسید که بسیاری از این شلیک‌ها خیلی از نزدیک صورت گرفته یا از بالا صورت گرفته، انگار مثلا در پشت بام یا در یک ارتفاعی قرار گرفتن و شلیک شده. به نظر میاد قضیه کشته سازی هم اینجا در برخی از این شلیک‌ها مطرح باشه. اگه نکته‌ای در رابطه با این موضوع وجود داره برای ما می‌فرمایید. بله، من خودم با مطبوعین مقرری هم صحبت کردم که با شلیک نزدیک کل در واقع فلای کمری آسیب دیده بودن، کاملا از خط نزدیک. حتی ما شلیک‌های ساچمه‌ای داشتیم به عوامل نیروهای انتظامی، به کرات ما نیروهای انتظامی داشتیم که با شلیک گلوله ساچمه‌ای مصدوم شدن. به کرات من مجروحین رو با مصاحبه کردم و حتی خودم فیلم گرفتم که میگفتن از بالای پشت بوم در واقع بهشون شلیک شده، یعنی کاملا از بالای سرشون شلیک شده. موردی داشتیم که کاملا شلیک گلوله از پشت کاملا گلوله شلیک شده و درون اون حفره‌ای که ایجاد کرده بود مغز اون مجروح در واقع بیرون ریخته بود. به کرات ما مردم عادی داشتیم که از پشت بهشون شلیک شده بود. شما می‌بینید بالاخره اگر نیروهای انتظامی می‌خوان شلیک کنن از روبرو و از مواردی داشتیم که از پشت شلیک شده بود. موارد متعددی چاقو خوردگی از پشت داشتیم، یعنی طرف از پشت یهو با 7-8 ضربه چاقو مصدوم شده افتاده به زمین. من عکس اینها رو دارم. بنابراین موردی داشتیم که مادری با یه پسر 18 سالش از اقوام پرستارای ما بوده. مادر با پسر 18 سالش اومدن برن شنبه بعد از ظهر. پسرم پسر دبیرستانی، یکی از دبیرستان‌های خیلی خوب تهران. یه ماشین عبوری رنگبار می‌بنده پسر جلوی مادرش در واقع
همونجا جان به جان آفرین تقسیم کنیم در دامن مادر. ایوا این که ماشین رد شده شکلی کرده مثل میرگرده جای مادر افتاده به هیچ دلیلی، یعنی صرفا فقط خواستن که یک کسی رو دستگاه در یک مکان اصلا عصر شنبه هیچ ربطی هم به تجمعات نداشته. خب من یادم صحنه‌هایی میفتم که زمانی که در واقع داعش میخواست موسل رو بگیرن و وارد موسل شده بودن، در واقع ماشین‌های اینا همینجور تو خیابون که وارد میشدن در اون اتوبان‌های ورودی شلیک مسلسل رو می‌گرفتن، همینجور ماشین‌های عبوری رو در واقع شلیک می‌کردن و اینا منحرف می‌شدن و کشته می‌شدن. خدایا، یعنی کشته‌سازی کاملا یک سناریوی قطعی و صد بوده بر اساس مشاهداتی که ما خودمون داشتیم در صحنه، در مجموعه‌ای که دیدیم. عوامل انتظامی ما، حالا آمار دقیق رو باید بگم دوستانی که مسئول هستن، ولی تعداد بسیار بالایی از عوامل انتظامی ما به شهادت رسیدن. اینکه با پرتاب سنگونه میرم چوب و اینا کسی که در واقع اینا رو شهید نکردن، اینا شهیدی که مستقیم گلوله شهید شدن یا عوامل حرفه‌ای از نزدیک اینا رو به شهادت رسوندن و مردم عادی اسلحه دستشون. بعد ما مورد داشتیم، مورد خود من بالای سر خودم به عنوان اولین فرد که بودیم تو اتاق ریا، عامل انتظامی ما از سمت راست گلوله وارد شده، از سمت چپ قفسه سینه گلوله خارج شده که بلافاصله ما لوله قفسه سینه گذاشتیم، بردیم تو اتاق عمل باز کردیم. همون ایه در واقع پاره شده بود، هم معده پاره شده بود که از سوراخ سمت چپ در واقع مواد غذایی بیرون میزد. و خب اینا که معلومه کار یک عامل افسر آموزش دیده حرفه‌ایه. ولی من عرضم اینه که مردم از ما باید توجه داشته باشن. این بالاخره یک جنگ کاملا سازمانی یافته از اون شهری بوده با عوامل کاملا آموزشی و حرفه‌ای و خب هم مردم رو ما آسیب دیدن متاسفانه، هم عوامل انتظامی آسیب دیدن، هم به اموال عمومی و خصوصی خسارات زیادی وارد شد. واقعا به هیچ عنوان سلام و مصلحت نیست که خدایی نکرده مردم و هموطنان ما کسانی درگیر از این ماجرا بشن یا بخوان خدایی نکرده ندانسته در واقع تقویت کنن جریان دشمنی که کمر بسته که مردم ما رو در واقع آسیب بزنه و ما برای تک تک اینهایی که آسیب دیدن از هموطنانمون حقیقتا داغ داریم، حقیقتا نگرانیم، به خانواده‌هاشون تسلیت عرض می‌کنیم، با روی بعد یادیم بادرشون و غم اونها رو هم خودمون میدونیم. ولی خب عوامل انتظامی هم باید خسته نباشید. به خدا خوبت بگیم که واقعا در یک جنگ شهری که جنگ بسیار سختی که تحصیل دشمن از مردم عادی کار تقریبا غیر ممکنه است. سخت‌ترین نوع جنگ لازم امنیتی جنگ شهریه بالاخره ورود کردن و این قاعده رو مجزم کردن. انشالله که شاید چین حوادثی نباشیم. برای همه ما دلمون باید برای ایران قوی، ایران متحد، ایران منسجم و ایران امن بسوزه و به قول پزشک فقید ما مرحوم دکتر افشین یداللهی که فرمود ایران با آتش میکشد خاموشی تاریخ را، هوشیار پایان میدهد مدهوشی تاریخ را. ایران به شوق زندگی در سهولتن شده، مرد و زن تلفیقی از ریشم و آهن شده. ما قرنها پای وطن پیدا و پنهان مانده ایم، ما پای فرهنگی کهن با نام ایران مانده ایم. انشالله پای این کشور هممون محکم هستیم و این کشور رو به امید خدا بهتر از قبل آباد و پیشرفت و قوی نظاره‌گر خواهیم. الهی آمین. ممنونم بسیار زیاد از شما آقای دکتر رئیس‌زاده از همراهیتون با صدای همدلی رادیو ایران. باز هم به شما همکارانتون در سازمان نظام پزشکی، همه پرستاران، همه پزشکان محترم، هر کسی که داره خدمت رسانی میکنه در حوزه سلامت، خدا قوت و خسته نباشید میگیم. روزهای سختی رو پشت سر گذاشتید، شاید روزهای سختری هنوز پیش رو داشته باشید. باز هم براتون آرزوی سلامتی میکنیم و البته آرزوی بهبودی برای همه مجروحین، از مردم گرفته تا نیروهای امنیتی که جانشون به خطر افتاد، سلامتشون به خطر افتاد و انشالله که نباشه چنین روزهای دیگه برای ایرانه. از همراهیتون ممنونم و با شما درود بر شما، وقتتون بخیر باشه و ممنونم از همه شما عزیزان، همه شما هموطنانی که خودتون و حضورتون نشون دادید ایران به آتش میکشد خاموشی تاریخ. به نام همه عاشقان قسم که در راه تو